تأمین هزینه یک ابرپروژه عمرانی در کویر مرکزی ایران با یغماگری از آذربایجان جنوبی. چند وقت پیش مرحله اول از فاز یکم ابرپروژه انتقال آب به فلات مرکزی ایران تحت عنوان خط انتقال امید که یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی تاریخ ایران هست توسط حسن روحانی افتتاح شد و قرار هست 2 مرحله دیگه از فاز اول این طرح تا پایان دولت حسن روحانی تکمیل بشه. تو این پروژه قرار هست که آب دریا از خلیج عربی به یک تصفیه‌خونه تو بندرعباس منتقل و نمک زدایی بشه تا آب قابل استفاده در صنعت، کشاورزی و آب آشامیدنی به استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، اصفهان، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی منتقل بشه. اما برای قابل استفاده بودن این آب در بخش‌های مختلف نیاز هست تا این آب شیرین سازی بشه. تو فاز اول قراره که سالانه نمک‌زدایی از 450 میلیون متر مکعب آب شور و انتقال 150 میلیون متر مکعب آب شیرین به 3 استان هرمزگان، کرمان و یزد صورت بگیره. ولی هدفگذاری نهایی شیرین‌سازی روزانه 1.5 میلیون متر مکعب آب و انتقالش به 3 استان مذکور هست. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تضمین توسعه صنعت 30 سال آینده نیاز بود تا این طرح امروز اجرایی بشه. چه قدرت و دستهایی پشت پرده هست که رژیم رو مجبور میکنه تا از همین الان به فکر توسعه اقتصادی 30 سال آینده استانهای مرکزی و تضمین توسعه صنعت اون استانها برای چند دهه آینده باشه. چرا باید بودجه صرف توسعه زیرساخت‌ها تو کویر بدون پتانسیل بشه ولی سایر مناطق کوچکترین اهمیتی نداشته باشن و پروژه های عمرانیشون افتتاح جوی آب و سرویس بهداشتی باشه؟ یک مسئله مهم دیگه تو این پروژه مسئله محیط زیست هست. خیلی ها انتقاد میکردن که این کار آسیب‌های محیط زیستی به همراه داره که از جمله اون افزایش شوری آب در خلیج عربی و دریای عمانه. اما طرفداران این طرح معتقدند که این طرح میتونه مانع استفاده و خالی شدن سفره‌های زیرزمینی در کویر مرکزی ایران بشه و اتفاقاً طرحی هست که به محیط زیست خیلی هم کمک میکنه. حالا بیایید نگاهی داشته باشیم به هزینه‌ها و منابع تأمین مالی این ابرپروژه. قطعه اول از فاز یکم این پروژه که 303 کیلومتر طول داره تا الان 16300 میلیارد تومان به شکل ریالی و ارزی هزینه داشته. این در حالیه که این طرح برای تکمیل نیاز به حدود 3200 کیلومتر دیگه خط انتقال آب داره. علاوه بر هزینه احداث خطوط انتقال آب، اصولاً شیرین‌سازی آب دریا و انتقال اون هم هزینه بر هست و برای شیرین کردن هر متر مکعب آب 4 کیلووات برق مصرف میشه که به گفته وزیر نیرو قیمت تمام شده هر متر مکعب آب برای صنعت در کرمان 2 یورو پیش بینی شده. هرچند که آمار رسمی عربستان و امارات از هزینه حدود $5 حکایت داره. پس میشه گفت که فقط برای شیرین‌سازی 150 میلیون متر مکعب آب که برای فاز اول برنامه‌ریزی شده حدود 300 میلیون یورو هزینه نیازه. اما این هزینه ها از کجا تأمین میشه؟ برای اجرای این پروژه عظیم که از ظرفیت 15 استان کشور استفاده شده، تا اینجای کار علاوه بر هزینه های دولتی 400 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده و بخش اعظم مابقی هزینه توسط شرکت‌های معدنی تامین شده، از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران که اتفاقاً معدن مس سنجون ورزگان یکی از زیرمجموعه هاش هست و 1/3 هزینه شیرین‌سازی آب رو به عهده گرفته. فاصله ورزگان تا بندرعباس حدود 1500 کیلومتره و با این سفسطه که جغرافیای ایران ملک مشاع است، منابع مالی ورزگان برای پروژه‌های اینچنینی خرج میشه. ولی فاصله ورزگان با دریاچه ارومیه کمتر از 200 کیلومتره، ولی برای این دریاچه سهمی در نظر گرفته نشده. دریاچه ارومیه که هیچ، مردم تو همون منطقه ورزگان و هر
جاده، بیمارستان، مدرسه و حتی آب خوردن کافی هم ندارند. به راستی تا حالا از صندوق توسعه ملی چقدر خرج آذربایجان شده؟ از معادن کرمان و اصفهان چی؟ معادن بقیه استانها که سهله. اجازه افتتاح حساب برای معادن آذربایجان تو بانک‌های استان هم داده نمیشه. زیرساخت برای توسعه صنعت در 30 سال آینده آذربایجان پیشکش. تا حالا کسی به فکر صنایع موجود و ورشکسته آذربایجان بوده؟ برای آب صنایع استانهای مرکزی برای هر متر مکعب قرار 2 یورو خرج کنن تا نمکزدایی بشه. برای آب مورد نیاز کشاورز و مصرف کننده آذربایجانی چقدر خرج شده؟